برای من یک دیوانه را پیدا کنین که شما میگین گویا به گفته شما که دیوانه است. در کل جهان، در تاریخ جهان، یک کسی که دیوانه باشه و دو بیلیون فالوور زنده داشته باشه و مرده شه حساب نکو که چقدر از دنیا گذاشتن. این میره فقط من براتون میگفتم که همین قسم یک تا دیگه مثال برای من پیدا کنین که برای شما دولت مرگی یا دولت دیوانگی برای شما هم آمد و وحش کس نقدم کرده نمیتونست. امیر فقط میخوام ازتون بشنوم، ما دیگه پایان میرم. این یک لحظه باشید، این سوال خوب یک منبر مقبول داره که به نفع ما و به ضرر اسلام است. ما در اول برنامه کوتاه پرداختم، اینا رو خوب محکم میپردازیم برش. سوال توی بود که اگر محمد دیوانه بود، پیرو چرا زیاد داره؟ بسیار یک سوال موجه. از ما اول می آمدی امی سوال را میکردی و جوابش را داده بودیم، به دوست بعدی رفته. ببینید دوستان عزیز، من به شما پاسخ میتونم، ایشان هم میشنون. وظیفه محمد در قرآن دو تا هست. در جای مدرس قرآن برش گفته شده، در جای یک چیز دیگه گفته شده، اما در چند تا سوره، من این سه تا سوره را برایتان بیان میکنم با سه تا آیتش که شما از آن اگر خواستین در برابر ملاها صحبت کنین، از ما چی خاینا بگیرین، از ما چی خاینا بگیرین و اینا رو به مردم معرفی کنین که اینا خودشان مسلمان نیستن. میتونید ترفند استفاده کنین، سیاست که بلد هستین. اگر میخواین که در برابر ملاها جامعه را استفاده کنین، در برابر دشمنان جامعه را استفاده کنین، خود قرآن بهترین کتاب است برای زدن ملا در دهن ملا. ملا که به نقد ساخته نشده دیگه، ملا نقد نمیشه، چون اندک بوی میخوار فلان. پس ملا را نمیشه اصلاح کرد. مسلمان اصلاح پذیر هستند، ملا اصلاح پذیری نداره. میریم به یک سه تا آیت براتون. یک سه تا آیت را براتون باز میکنم که امروز من اینا را خودم آوردم و اینجا در یک قسمت برای خودم ذخیره کردم، بتونم از اینا استفاده کنم. البته این ذخیره‌گاه خودم هست، حال نگوین که اینا میرن از سایت های دیگر میگیرن. این آیات را من خودم کشیدم، امروز در مورد اینا صحبت هم داشتم. لالا جان بگذار کمی، ما در جریان برنامه میزنی، ریکارد هم خراب میکنی دیگه. سوره سبع آیه 28. ببینید دوستان وظیفه محمد چی بوده؟ ما تو را جز به حق نفرستادیم. آفرین. تو برای هر قوم بشیری باشی که بشارت میدهد و نذیری که هشدار میدهد، اما بیشتر مردم نمیدانند. یک آیه. سوره فاطر آیه 24. ما تو را با حقیقت فرستادیم، خوب کردیم، به عنوان بشیری و نذیری و جز امتی نبود که در میان آنها نذیری نبوده باشد. خب طبعا که یکی امت باشه که نظیر داره دیگه. این استدلال الله در قرآن است. یک آیت دیگه هم سوره اعراف هست آیه 188. گفته و من نیستم مگر انذار کننده یعنی ترساننده و بشارت دهنده یعنی خبر خوش آورنده برای قومی که ایمان دارن. اینجا مخصوص مسلمان هست. حالا مسلمانی که ایمان داره دیگه به ترسانیش نترسانیش ایمان داره. استدلال خدا را میبینین دوستان. بشیر و نذیر باید برای بشریت باشد، نه برای مؤمن. مؤمن که ایمان داره نیاز به بشارت و فلان بهمان نداره که بیای مؤمن شو، او مؤمن شده هست. این از باگ‌های قرآن است که محمد متوجه نشده که چی بگوید. اما ما دیدیم دوستان عزیز که وظیفه محمد در قرآن چی است. سه تا آیت براتون آوردم. سوره فاطر، سوره سبع و سوره اعراف. محمد بشارت میده و میترسانه، یعنی خبر خوب میده و خبر بد میده. این خبر خوب محمد چی است؟ بهشت. در اینجا نی کدام خبر خوش از ابو سفیان به من نمیاره. اون بهشتی را که الله برش گفته جای پرخوری و مفتخوری و سکس با محارم و این و آن، او را میاره به عنوان بشیر بودنش. معلوم نیست که اصل نیست، دروغ. بعد نذیر بودنش. محمد چرا نذیر است؟ با چی نذیر است؟ یعنی ترسانده است. چی میترسونه؟ حالا که خبر خوبش بهشت بود، خبر بدش چی است؟ کوره انسانسوزی الله به نام جهنم. پس این دین پیروانی که داره از دو گروه مردم هستند. خوب گوش کنین دوستان استدلالش را. گروه ترسو و مفتخور. یادتون است من گفتم اسلام مفتخوری را سنت ساخته. متوجه میشی؟ اسلام طبق وظیفه محمد کسانی که پیروان محمد شدن از دو گروه بودن، یعنی دو تا خصلت عمده داشتن.
به مفتخوری زیاد علاقمند بودن، به سکس های عجیب و غریب در بهشت زیاد علاقمند بودن، به پستان های انار مانند زیاد علاقمند بودن، به آب سرد که در جزیره العرب اونا شتر میخوردن، و به چی؟ و به بچه‌بازی به نام غلمان مانند مروارید در صدف با کوزه های شراب در پیرامون شما میچرخند. ای جان من، چی بپس، چی وضعیت باشه در اونجا. شما فرض کنین داخل بهشت میشین، همگی لخت، ملامه رو طرف امروی 72 تا حوری هفتیدیم تو لچ چلپاسه واری، اون طرف اسامه، اون طرف خمینی. میگین دیدی که من بهشت آمدم. شما فرض بگیرین که میرین همگی برهنه است، لخت مادرزاد. به این گروه مردم آمدن. بعدش کسایی که میترسن، از چی میترسن؟ الله خدا من میسودانه. آیات بچه ترسانه که شما میبینید، ما آیات بچه ترسانه که براتون بیارم. عزیزان دل، میبینین این وظیفه محمد بوده. دوستانی که در برنامه از سن 18 به پایین حضور دارین، قرآن مقدس را میخونیم. یک چند لحظه به خاطر آرامش روانتان و عدم اختلال روانی در اذهان نازنینتان کنار بگذارین برنامه را، یا حداقل صدایش را کم کنین که نشنوین، تصویرش را هم نبینین. اگر خط خوانده میتونین فارسی، ما خواهش میکنیم که نبینین این قسمت را، چون قرآن آیات جناییش را میخونیم. سوره نساء 56 وظیفه محمد به عنوان نذیر. چی میگه؟ بابی چرا سرخ است؟ باش میگه رنگه کنیم. ما تاکتیک بلدیم، یکمه از پویا یاد گرفتیم. ببین دوستان عزیز چی گفتن؟ آنان را که به آیات ما کافر شدند، ما را میگه، ما پویا شما و سایر دوستان، در آتش خواهیم افکند. این مگر نگفته بود که من مهربان هستم، من نیاز ندارم که کس به من باور داشته باشه و فلان بهمان. اینه بابا جان میگه به آیات ما کافر شدی، من درت میتم، به آتش خواهیم افکند. هرگاه پوست تنشان بپزد، یعنی پوستشان پخته شود، پخته میشه، پوست دیگرشان دهیم. خب اگر تو میخواستی درد بدی، خدا اون پوست دردناک هم میتونستی، قدرت داشتی دردشان بدی، چرا وظیفه برات تعیین میکنی پوست میدی برشون؟ خب پوست ندی درد بدی، در اون یک پوست. خدا هستی مگر یا کسی دیگه؟ تا عذاب خدا را بچشند. خدا پیروزمند و حکیم است. پیروزمند با آتش زدنش پیروز میدانه خودش را. همین خصلت ملایی که می فحاشی میکنه میگه ما بردیم اینا باختن، الله آتش میدنه میگه ما پیروز هستم چون آتش میدن. یک آیه سوره کهف آیه 29 دوستان با هم بخونیم، بریم به متن فارسی. این سوره کهف ما، میریم به سوره کهف. بگو این سخن حق از جانب پروردگار شماست. کدام میگه؟ قرآن را. هر که بخواهد ایمان بیاورد، هر که بخواهد کافر شود. آخ اینجا ما را صلاحیت داده، چه خوب آزادی بیان در رسانه. باش پایینش نشان ندم فعلا. چه خوب دین آزادی بیان داره. کمی پایینتر بریم. برای کافران آتشی که دود آن همه را در بر میگیرد آماده کرده ایم. خب تو گفتی هر که ایمان بیاره، هر که کافر شود، چرا در میدی مردم؟ ببینید آماده کرده ایم. و چون به استغاثه آب بخواهند، یعنی آب بگن تشنه شدیم ما، از آبی چون مس گداخته شده که حرارتش چهره ها را کباب میکند بخورانندشان. چه آب بدی و چه آرامگاه بدی. اولا که آرامگاه نمیتونه بد باشه، الله باسواد. مگر آرامگاه میتونه بد باشه؟ آرامگاه که جای آرامی است، پس چگونه بد است؟ وقتی که بد باشه ما آرام اونجا نمیگیریم. این استدلال محمد است. حرف اینجاست که انال به تعداد فالوورای محمد چرا اضافه میشه؟ به خاطر اینکه بشر دوپا چیزهایی را که آرزو داره، اونها همه به خاطر اینکه بشر دوپا چیزهایی را که آرزو داره، اونها را محمد برشان آورده. بشر تنبل، زندگی جاودان آرزوی همه ما است. ما نمیخوایم بمرم، اما جبر جغرافی است، باید بمرم، باید بمیرم. حالا واسه بمرم چی است؟ من نمیخوایم کار کنم. حالا کار کی دوست داره؟ فکر نکنم پویا کار را دوست داشته باشه. آیا پویا تو خوش نداری که هر روز از بخیزی و برات اسرائیل دلار روان کنه، کار نکنی، نقد دین هم نکنی؟ اونا که میگن نقد دین ها به خاطر اسرائیل از برشون پول میدن. اسرائیل هم ناجوانی میکنه دیگه. فرض کن انال به اساس میل بشر، محمد ششته امروی 5 تا فردی که نمی رقم بوده گفته که چی کنیم؟ بسازیم که مردم را به طرف ما کش کنه. پرخوری و سکس و شراب و بچه بازی
و همچنان اگر کسایی به این طریق نمیشن از آتش جهنم باید بترسانیمشون. متوجه میشین؟ پس اینا چرا محمد زیاد پیرو داره؟ چون تعداد افراد مفتخور در جهان زیاد است. و چرا پیرو داره؟ چون این سلسله محمد باوری و سلسله مفتخوری و هور باوری و غلمان باوری و زنکه بازی و بچه بازی و مرد بازی در بهشت مثل سنت، مثل ژنتیک از یک نسل به نسل دیگه داده شده و بدون کدام عقل او را پذیرفتن. اگر امروز شما برین به مردم بگین که دیگه اصلا برین بگین که هر کی میخواد مسلمان باشه، هر کی میخواد مسلمان نباشه، چند فیصد افغانستان مسلمان میمونه؟ الله، چند فیصد ایران مسلمان میمونه؟ چند فیصد جامعه عربستان سعودی مسلمان میمونه؟ چند فیصد تانزانیا و اندونزی و مالزی و سومالی مسلمان میمونه؟ حداقل نصف مردم اسلام رو ترک میکنه. اون زنی که حجاب را به گرد خود تو میته، پیشانی شرق میکنه، آیس کریم از زیر ازی تیر میکنه، که سفید میشه، اون زن تو فکر میکنی خوش از به اون حالت؟ او جبر جغرافیایی است. اونا هیچ کدامش قبول ندارن اون مردار خوری را. آش از زیر چادر بخورن، از زیر برقه بخورن، از زیر چادری بخورن. چند فیصد شما مسلمان میمونید؟ به همین خاطر یک فتوای از طرف استاد دانشگاه الازهر مصر مانده بود. گفته بود پویا جان، اگر جزای مرتد در اسلام ساخته نمیشد، وجود نمی داشت، ما دیگه مسلمان نمی داشتیم. پس پیروان محمد نمیتونه تعدادشان برای موجه بودن محمد دلیل باشه. این مغالطه توسل به محبوبیت یا اکثریت هست. ما میدانیم چرا. من چرا فعلا مرتد از افغانستان رفته نمیتونم؟ چرا؟ اینا کسی که در افغانستان است، تو فکر میکنی که اگر مرتد باشه میگه من مسلمان نیستم؟ از کجا میدونی که پیرو محمد باشه؟ از کجا میدونی ما در هر خانواده 3 تا نامسلمان داشته باشیم؟ از کجا میدونی؟ اینه که در خانواده که من هستم، از پویا است، ما چقدر مرتد افغان میبینیم در این برنامه. هم امروز کوشان در بی بی سی بود، فکر کنم به نشر رسیده بود که فرد در افغانستان با حکم مرتد، با حکم ترک دین میخواین او را اعدام کنن. 100%. حالا ببینید در افغانستان اصلا 3 میلیارد مسلمان داریم، 1.5 میلیارد نه، 2 برابرش میکنم، تخفیف میتونم براتون. از این 3 میلیارد 1 میلیونش این کتاب را نخوندن. 1 میلیونش مسلمانی نیست که خوانده باشه، تسلیم شده باشه، از پدر و مادر تسلیم زاده شده، تولد شد نامش عبدالقدوس ماندن، در گوشش آوردن ملا را باریش خود اذان داد، عبدالقدوس، فردا رفت در منطقه عبدالقدوس برو بچیم نماز. یعنی اسلام یک حالت بدیهی شده به مردم ما که دیگه شکی وجود نداره که این دین اشتباه باشه، اما ما مشکوکش کردیم. این وظیفه منتقد است. میاد چیکار میکنه؟ میآید اون داشته های مذهبی را به چالش میکشه، با مسلمان نمیگه لطفاً از برای خدا بیادبی ما که در نجراب میگیم سگ بابایت هستیم بیا اسلام ترک کن. ما به کس مگر عذر کردیم که بیا اسلام ترک کن؟ منبع میاریم مثل مردانوار و زنانوار، میگیم این منبع دینت، اونم دروغ ملا. بفرما شب که خواب کردی در مورد این مسئله فکر کن. هر کدامش موجه بودم اون طرف برو پیش من، ما بسیاری لشکر نیاز نداریم. 2 تا انسان باشه در پالیول، هم انسانای موجه و با غیرت و با شرف باشه. من میگم اصلا شما آتیست نشین. چرا؟ چون بعضی کسات نمیتونن مفهوم اخلاق بدون مثلا دین را درک کنه. مشکل است. نیاز به 100% نیاز به مطالعه داره. تو فلسفه اخلاق را نخوانی، اخلاقیات را ندانی، علم اخلاق که نام اتیکس هست نخوانده باشی، خب طبعا که در زندگیت باید بیا چی کسی تا این تکلیف کنه؟ مرد عرب دروغگوی 1400 سال قبل به نام محمد ابن عبدالله بگیم از جانب خدا آمده. بعد که برش بگن تو دیوانه هستی، نتونه دفاع کنه از خودش که من دیوانه نیستم. بگه باش که الله جوابتان را میده. باز الله چی جواب میده؟ والا قبلا نوح را هم دیوانه گفته بودن، موسی را هم دیوانه گفته بودن، پس تو هم میگن خفه نشو از اونها. اینا جواب الله. همین است. این کتاب اومده ما را هدایت کنه. ما این که عزیز من. تشکر لالا. قربانت.